میخوام یه برنامه بنویسم که یه عددی رو از کاربر میگیرم و همونو بهش نشون میدم. یعنی کاربر یه عددی وارد میکنه و توی برنامه همون عدد رو بهش نشون میدم. اول کار یک متغیر نیاز دارم از نوع عدد صحیح، چون میخوام عدد بگیرم از کاربر. اسمشو مثلا میذارم x. توی خط بعد مینویسم cin، دو تا علامت بزرگتر و متغیر x. این دستور کارش اینه که یک عددی از کاربر میگیره و توی یه متغیر ذخیره میکنه. پس یه عددی از کاربر گرفتیم و ریختیم توی متغیر x. توی خط بعدی مینویسم cout. یه جمله میخوام بنویسم: عدد مورد نظر شما مساوی با حالا یه عددی، آخرش سمیکولن میذارم. توی خط بعد مینویسم cout متغیر x. این برنامه رو کمپایل میکنم. خب از من یک عددی میخواد که وارد بکنم. منم مثلا مینویسم 45. اینتر رو میزنم. عدد مورد نظر شما مساوی با 45.